گول ظاهره این مرد رو نخورید. این مرد باهوشترین دزد جهانه، به طوری که چند تا مسواک رو بر میداره و دونه به دونه میندازه تو کیف این خانوم و بعد میره توی لاین دیگه یه دونه عروسک انتخاب میکنه و اونو جاسازی میکنه توی گهواره نوزاد و راشو میگیره میره. این بار یه لنگ کفش بر میداره، اطرافشو بررسی میکنه و اونو میندازه تو جیب پالتوی یه آقایی و صحنه رو ترک میکنه. به سمت یکی از کارگرای فروشگاه میره. این بار تو دستش یه سنجاق سر داره و با احتیاط کامل اونو میزنه توی موهای این خانم و وقتی بقیه میان تا تصفیه حساب بکنن، دزدگیرا شروع به زنگ زدن میکنن. اما قضیه جالب اینجاست که خود آقا دزده یه پالتو رو تا خرخره پر کرده از اجناس فروشگاه و واسه رد گم کنی یه دونه آدامس گرفته تو دستش که حسابش کنه. آقا دزده میاد آدامسش رو حساب میکنه و حتی با وجود اینکه شبیه دبه ترشی شده کسی متوجهش نمیشه. وقتی